خوش اومدیم به یک ویدیو دیگه. امروز قراره که کیلومتر موتور رو که هر کار افتاده با هم درستش کنیم. دو تا وسیله نیاز داریم که خیلی راحت به دستمون چه آن باز کنیم. جذاب‌ترین بخش بیم دنده چرخشی اون نوعی میره بچه. قشنگم برامون پکیش کردن بچه. این دوتا قطعه هست که حالا بذار بازش کنم بدون توضیح بدم. این شافتشه که میخوره تو خود کاسه چرخ. این شافت اینطوری با هم قرار میگیره، اینا اینطوری میتابونه. خب یه توضیحی که بهتون بدم، حالا کاسه چرخ رو با میکنیم و نشونه دون میدم. این احتمال 80 تا 90% خرابی نداره. خرابی ما بیشتر موقع مال اینه و احتیاج نیست که اینو بخواین عوض کنید. اگه هم که خواستین عوض کنید هیچ مشکلی نداره، ولی خب احتیاجی نیست اینو عوض کنید. کار باز کردن موتور یه آچار 17 رینگی حالا بوکس ما استفاده میکنیم. که مال می نه اگه دیدین که آموزشی بهتون بگم، اگه دیدین که خیلی خشکه مثل مال من خشکه، یه روغنی آخر سری که خواستیم ببندین نه حتما روغنش رو بهش بزن، خیلی کم، زیاد نه، خیلی در حد چند تا قطره رو این بمالین که راحت فیت بریم. خب برای باز کردن کاسه احتیاجی نیست که سیم ترمز و اینا رو بکنیم، خیلی راحت نمیدازیم چرخو در چرخو در یه دی قرارش نمید که چرخ هست. خب این که خودش زودتر باش، این مال ماست. اینید که شیاراش هم خراب شده و اینجا واشریش هم افتاده. واشره بگم میفته رو اینجا، حالا بعضی ها دارن و بعضی ها ندارن. خب شما یه مقایسه کنید بین دوتا این کونه و این هم نوست، میبینید که دندوناش خورده شده و وقتی میخواد بتابونه توان نداره که بتابونه. برای جا زدنش هم خیلی راحت. اینه که میبینید رو این سر این اصلا خودش مشخص، اینه که بندازیم و اینجا خودش جا داره، ببینید خودش جا داره. حالا تو دوربین اگه بیفته ببین اینا سر پا اینطوری نمیزن اینجا، اینا برعکس، این دوتا شیارا باید بیفته اینجا و حالا ما اینو بتابونی میبینید که اهرمی تو اینجا میتاب، خیلی راحت اهرمش میتاب. و این روغن گریس هم تمیز نکنید با بنزین، حالا هرچی دستت اومد تمیز نکنید. این روغن رو برای روون کردن و نرم کردنش باید حتما باشه. خیلی راحت این که زدیم جا، کار خاصی هم نداشت. خب لنتادون هم ببینید که خرابه، که لنت من اصلا ندارم. برای جا زدنش هم دوباره اینو به راحت میندازیم جا، خیلی راحت میندازیم جا و اینو میاریمش اینجا. ببینید که آره خاصی هم اینم بوشه اون ورش، اینم بوشه اون ورش. اینو میاریم بدون که گفتم برای جا زدن میله خیلی کم و ما روغن دون نداریم و گفته چی خیلی کم احتیاج نیست با دستامون گفته چی روغن بهش میمرزیم. و شروع رزواش روغن نزنید، چون اگه روغن بزنید خواهید سفتش کنید مهره میبره. این هم یه آموزش دیگه. این برای جا زدن
جا زدنش هم باید بازی باش کنید تا خودش بینید به راحتی میفته جا و نقرش هم که میبندیم راحتی دوباره بکس 17. 2000 years later. خب بریم برای تستش. من 2 کیلومتر اون که کار میده. بریم برای تست. خب دوستان اینم که دیدیم براتون آموزش ویدیوشو براتون درست کردم و تستش هم براتون گذاشتم. اگه خوشتون اومد این ویدیو رو لایک و چنل ما رو سابسکرایب کنید. اگه نظری هم دارید کامنت برام بزنید. بدرود.